یعنی گناه های صغیره و کوچکشه، و کبیره ها و گناه های بزرگ و کبیره را، ذاک التقا، این می تقواست. وقتی خدا نگاه کردی از گناه صغیره و کبیره تو چی هستی؟ با تقوا هستی. بعضی کسا را بگی نه خیر، این گناه صغیره هست، این خورترک است، این خورترک است، خورترک است. علما میگن لا صغیرة مع الاصرار، گناه صغیره با اصرار صغیره نمیمانه. اگر هر روز توی کوچک 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 گناه میکنی به چی مبدل میشه؟ به کبیره مبدل میشه. ولا کبیره مع الاستغفار، ولو که گناه کبیره هم کرده بودی اگر استغفار بکنی یا گناه تو از بین میره. پس اگر تو تقوا داری باید درباره هر دوش فکر کنی. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چی عادت داشتن؟ در او وقت بعضی کسا منافق بودن و بعضی کسا صحابی حقیقی رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. صحابی حقیقی رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر یک گناهگاه کوچک را میکرد به اندازه یک سر سوزن، او را فکر میکرد که ما یک گناه کردیم به اندازه یک کو. این تقوا هست که گناه صغیره تا چی حساب کنی؟ به اندازه یک کو بزرگ حساب کنی. و انسان های منافق چی عادت دارن؟ که گناهی که به اندازه کو هست او را چی میکنن؟ بسیار خطرک حساب میکنن. این چیه که این خیلی گناه است. در زندان میبینی یک نفر 3 تا را کشته، چی میگه؟ او استاد شما قاتل میگن. اون یک نفر دیگه از 20 تا را کشته. ما یک موتر دزدی کردیم و 15 تا را دزدی کرده. اسوا و رهبر از او کی است؟ یک دزد دیگه است. پس انسان مسلمان با تقوا خل الذنوب صغیرها و کبیرها ذاک التقا، گناه صغیره و کبیره را ترک کن، همین تقوا هست. واصنع کماش فوق ارض شوکی یحذر ما یرا، در زندگی عمیق قسم باش، همیشه مثل که در یک زمین پر از خار در حرکت هستی. هر سخنی که میشنوی مثل خار است، پس هر سخن نشنو، هر گپ نشنو، هر خواندن گوش نگی. ولی اینجا موبایل چالان میکنیم به 1000 تا خواندن است، به 1000 تا گپ است، به 1000 چیز است. نه، امی شنیدنه که یک چیز رو تو گوشم میگیری، خو اینمی گوشت غلط استعمال کردی، اینمی تقوا نیست. پس در زندگی چی رو میشنوی، چی میگی، دستت چی میکنه، چشمت چه قسم حرکت میکنه، باید کجا میره، این کل از این اگر متوجه بودی اینمی تقوا هست. لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى، می گناه های صغیره را حقیر کوچک نشمارین. چرا؟ بزرگترین کوه ها از چی ساخته شده؟ از ریگک های خرد زیاد شدن یک کوه تشکیل شده. پس اینمی قسم گناه های صغیره روز به روز زیاد شده میرن. عالم سیومی تقوا را تعریف میکنن، میگه هی توقی عذاب الله، وقایه کردن از عذاب الله هست. و ان یجعل بینه و بین سخط الله وقایة و حاجزا منیعا، انسان با تقوا کسی است که بین خود و بین غضب الله یک خط بسیار بزرگ بگذاره که کار من نکنم که الله دو چی شود؟ غضبناک شود. و ذالک، این چه قسم میگه امکانات داره؟ میگه یکونو به امتثال کل ما امر، که هر چیزی که امر شده او را انجام بده، و تجنب کل ما نهی و زجر، اجتناب از تمامش، یعنی عمل به تمام اوامر بدون و سبون شعبه، و نهی از تمام گناه ها رو باید بسازید. تو نیست که مثلا یک گناهگاه خوشت میاد ایره بکنی، باز او گناه دیگه که یک نفر کمونیست شده بود در وقتای کمونیستا. چی شده بود؟ کمونیست. اونا کمونیست شدن، الله کمونیستشان کرد. خودشان گفتن ما کمونیست هستیم. برو الله پاک مطابق نامتان کمتان هم کنه و نیستتان هم کنه. این کمونیستا یک کسی برش گفته بود که در کمونیسم قانون است که باید اگر 2 تا موتر داشته باشی یکیشه بیتی بر دیگرا، یک موتر بست است. باز گفته بود که این قسم کمونیسم قبول دارم. خب گفت مثلا اگر 2 تا خر داشته باشی یکیشان باید بر دیگرا بدی.
گفت نه ایش قبول ندارم. گفت چرا کمورز جان خوب گپی که است؟ گفت نه موتر خو ندارم، از این خاطر اون نظریه را قبول دارم، اما چون خر دارم خر من نمیگم و کسی دیگه بتم. از اون سیستمشان همین قسمی بود. خب پس انسان باید با کل با تقوا همون است که با تمام شعبات ایمان چی میکنه؟ عمل میکنه. خب عالم دیگه تقوا را چه قسم تعریف میکنه؟ و کلمت التقوا در آیت قرآن میگه که و الزمهم کلمت التقوا. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که و کلمت التقوا هی لا اله الا الله. تقوا چی هست؟ لا اله الا الله. در لا اله الا الله سه عهد است که توی سه عهد تا باید حفظ داشته باشی. این سه عهد لا اله الا الله را کی یاد داره؟ شما سه تعهد با لا اله الا الله کردین سه تعهد؟ در لا اله الا الله ما با امرای الله سه تعهد کردیم. کی یاد داره سه تعهد؟ شما؟ بر از اینا بگوین. اینجا پیش مایک یک ذره خود نزدیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در لا اله الا الله سه تعهد با الله سبحانه و تعالی میکنیم. اولین تعهدی که ما با الله سبحانه و تعالی میکنیم بدون ذات الله سبحانه و تعالی هیچ کسی را عبادت نمیکنیم. یک تعهد دوم این است که بدون قانون الله سبحانه و تعالی هیچ قانون دیگر را قبول نمیکنیم. دو و سومین تعهد ما این است که تمام عبادات خود بر روش رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدیم. جزاک الله خیر. این سه تعهد است. این حال تقوا چی است که به این سه تعهد چی باشی؟ پایبند باشی. بغیر از ذات الله هیچ عبادت به کدام کسی دیگه نکنی. چی رکوع هست، چی سجده هست، چی نماز است، چی نذر است، چی قربانی هست، این فقط به نام الله بکنی. تو با تقوا هستی. بغیر از شریعت الله قانون کسی دیگه را قبول، یا قانون روس است یا قانون امریکا هست یا قانون ملل متحد است یا قانون فرانسه هست یا قانون یهود است یا قانون نصارا هست، بغیر از شریعت الله دیگه چیز قبول نداشته. این تعهد است که در کلمه میکنیم. و سومش که به طریقه کی زندگی کنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیرت، مرشدت، رهبرت، راهنمایت کی باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب دیگه چی است؟ دیگه عالم میگه ان التقوا هی حسن الخلق بقسمیه. اگر میخوای بفهمی که تو با تقوا هستی باید دو قسم اخلاق داشته باشی. حسن الخلق مع الخالق. اخلاق به همراه کی داشته باشی؟ به همراه الله. متوجه هستی؟ از حیا خجالت از الله خجالت میکشی؟ در گناه که برابر میشی از الله میشرمی؟ اگر میشرمی تو با تقوا هستی. حسن الخلق مع الله. و دیگه چی است؟ و حسن الخلق مع الناس. بهترین اخلاق با همراه کی داشته باشی؟ یعنی باید اردوش حفظ کنی. بعضی کسا رابطش که الله بسیار خوب است اما که مخلوق رابطش بسیار زشت است. دشنام دادن، بد گفتن، توهین کردن، تحقیر کردن مسلمان هیچ برش مانا نمیته. بسیار ساده هست. پس انسان با تقوا کسی است که اخلاق به امرای الله حفظ بکنه، به امرای شعائر الله اخلاق داری. امی کسی که قرآن شریف سر قبر بابی خود نشته میکنه، امی که قرآن اخلاق کرده؟ سر قبر آیت الکرسی نوشته است، حیوانات سر قبر تیر میشه. یک کسی نام الله را در گردن خانم خود آویزان میکنه و این میره به تشناب. همین اخلاقی که الله مراد کرده. متوجه هستی؟ پس اخلاق به امرای الله امی است که با شاعر الله با قرآن بسیار محترمانه برخورد کنی، با نام رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار محترمانه چی کنی؟ برخورد کنی. با نام صحابه کرام بسیار محترمانه برخورد کنی. وقتی که نام یک صحابی را یاد میکنی، ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، حسین رضی الله عنه، حسن رضی الله عنه، بلال رضی الله عنه، اگر
زنها هستن بی عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها. نامای علمای بزرگ وقتی که یاد میکنی رحمت الله علیه امام ابو حنیفه، رحمت الله علیه امام شافعی، رحمت الله علیه امام مالک ابن انس، رحمت ادب از با شاعر الله، با کتاب الله، با جبریل علیه السلام. ما مختمیم جبریل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، این کلش ادب است به امرای چی؟ شاعر الله. الله متعال نام را برش ذکر نکنی که در اونجا بیادبی شود. بعضی کسا برای الله یزدان استعمال میکنن، ایزد استعمال میکنن. همین کلمات نامده در قرآن، در اسماء الله الحسنا نیست. حتی کلمه خدا را علمای عقیده میگه استعمال نکنید. خدا و خدای و سختن و گاد و این گپا را اوسو کنید. نامش الله هست، بگو یا الله. متوجه هستی؟ و الله وقتی که میگی سبحان الله و بحمده با بسیار ادب و همچنان به امرای هر مؤمن موحد باید اخلاق داشته باشی. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون. الله ذات با عزت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار شخصیت با عزت است و هر مؤمن موحد بسیار شخصیت چی است؟ با عزت است به نزد الله. الله میگه او با عزت است. چطور با کلمات زشت او را به عزت میسازی؟ در اینجا در تقوای تو تکر میه، بر از اون نقص نمیرسه. هر کسی که توهین، تحقیر، کلمات زشت برش استعمال میکنی در حقیقت از تقوای خود چی کردی؟ کم کردی. پس تقوا چی است؟ حسن اخلاق به امرای خالق و شعائرش و حسن اخلاق به امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم و امتش. متوجه هستید؟ ایره اخلاق میگن. باقی ماندهش انشاءالله در هفته آینده انشاءالله تعالی میخونیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله استغفرک و اتوب الیک. درس‌ها سر صبا بخیر در مسجد